فرد HSP یا بسیار حساس به محرک‌های محیطی، احساسی و اجتماعی واکنش‌های عمیق‌تر از خودش نشون میده. میتونه توأم با اضطراب، افسردگی و فرسودگی احساسی همراه باشه، اما به تنهایی یک اختلال نیست. صداهایی که برای دیگران عادیه، برای این فرد غیر قابل تحمله. به صداهای کوتاه و بلند، بوی تند و نور زیاد، داد و فریاد، زمزمه کردن، صداهای تکراری مثل چکیدن آب، انتقاد و بی‌توجهی، حتی نگاه دیگران نسبت به خودش حساسیت شدیدی داره. اما شنونده خوبیه، احساس مسئولیت و همدلی و ارتباط قوی با دیگران داره. زودرنج و بعد از هر شلوغی نیاز به خلوت و تنهایی داره. اما دقت و توجه بالایی داره. ذهن آگاهی و مدیتیشن و روش شناختی رفتاری به این فرد کمک میکنه تا بتونه رفتارهای خودش رو مدیریت و کنترل کنه.